صد مسجد و صد کار آباد کنی، صد بنده بزر خریده آزاد کنی، صد سال با روزه باشی و شب کنی نماز، به از آن نبود که یک دل شاد کنی. عبدالله و شهریگل، استقامت کننده شهر کولا، کوچه یکم می، 53 ساله، امکانیتش محدود، مادرزاد، چشم نابینا، دست نارسا، از پای محروم، زندگی پرجفا دیده و ناسوده برده. در واقع امروزها مردان باننگ و بناموس و سخاوتمندان راه خدا زیادند. به محتاجان و نیازمندان دست یاری دراز می کنند و امروز شخصی که نیاز به همه کمک دارد محتاج به تن سالم و آرزو به چشم بینا و امید به آینده خویش دارد. از جسم خسته و از درد بی‌دوا محتاج به کمک ماست. عبدالله و شهریگل، خواهش از این زن این است که در حق او دعا و دست یاری دراز کنیم. به دست آوردن دنیا هنر نیست، یکی را گر توانی دل به دست آور. درود دوستان عزیز، امروز ما در خانه یکی از شهروندان شهر کلاب قرار داریم که محتاج است. اصلا شما آگاه باشین از حال همین مادر عزیز که طول 53 سال است در بستر بیماری است. اصلا ایجاش تماما جنبیده نمیتونه. خیختون با چشم سر ببینیم، بین میبینیم بعدا صحبت مونه دوام میکنیم. سلام علیکم، چیکاره اوچا جان؟ این مادر ما چگونه که گفتم طول 53 ساله که اینم خیلی حال، اینم خیلی احوال اگه ما تصمیم گرفتیم در همین ماه مبارک رمضان دستگیری کنیم. مقصد که یک هر اون چی که از دستمون می آید، هر اون چی که از دستمون می آید در همین ماه بزرگ خیر کنیم، زیرا که این ماه خیر است. عزیز میگد هر کی نان از عمل خیش خورد مینت حاتمی تایی نبرد. یگان کس نمیفورد که در نزد یک کس سرخمی کند. لیکن این مادر ما در حقیقت محتاج به کمک است. این اختم ببینیم. این مادر ما اوچا جان نام چیه؟ شهریگل. ها؟ مادر ما شهریگل نام داره. 45 ساله روزه داره. از روزه داره شما؟ ماشاءالله. بیماری نگاه نکرده بینه که حتی روزدار بوده است. خوش به حال او آدمایی که هر قدر حتی یک سوم هم خیره، یک سوم زود میرسه برادر. مقصد همین مادر ما را دستگیری کنیم. در همین ماه بزرگ در افطار یک دانک شیرین میکنه. همین یک دست دعای این مادرها، این شخصایی که در این حالت هم دست دعا میبردارن، باور کنیم برادرای عزیز چند برابر نزد خداوند دعا یا قدر منزلتش زیاد است. برای همین دوستان ما این خیره اینه بین یک جویه میشیم، همه کسا یک جویه میشیم، همین مادر را دستگیری میکنیم. همه در دست شما دوستان عزیز، چقدر که میتونین مادر ما را دستگیری. واقعا عزیز میگوید درخت هم به جانم کرده ریشه، و درگاه خدا نالم همیشه. عزیزان قدر یکدیگر بدانید، اجل سنگ است و آدم مثل شیشه. امروز روزی است که این محتاجا را ما در این ماه بزرگ دستگیری کنیم. برادرای عزیز یک سوال میتیم احوالی همین مادر با این پدرمون گپ زنن با خوبتر از این رو که هر روز یا حال احوالش خودشون میبینن میدونن و همین خاطر تقا سلامتیش چی خیلی از چی بسیارتر شکایت میکنن.
خیر این درست وقتی میشنه پوش در من میشاو خیلی سالمون چقدر بازی کرده خیلی پوش روز خواهی؟ یک تمام پوش پوش فقط هم که میشنه؟ میشنه افارین کلو خوب میکنه چی درد داره؟ دردی اساسی؟ دردی چی خیلی گوه اول بسیار نگرست شموش نبینوشته یک روز که بی اخوی بوده که 7 ماه فقط دیگر 11 45 ساله روزه میگیره وقتی که مادر من نیاز میکرد 6 ساله 7 سالگیش این هم نمیخورده تا بگه مدت کردگه امی رمضان درومدار ندرومدارش را نیاز میکنه تو خیشه روزه میگیره ای شب و ای شب نفره خلاص حد امی چیز جینده مستحکم ایده دیگه نمود 5 ساله درومد فکر در شمات شمشکوت نمید همچون فرزندی پدر فرزندی پدر وظیفه مونه کم هم باشه اجرا میتونیم از اون مونه اپا چی گفتن این با مردم؟ یکشون یک دعا کنه یک کف دعای نیک در این ماه رمضان دعای شما رنگی دیگر است خدا هم تو ندراز کنه درد رو ترک کنه خدا دل رو نیغم کنه خدا سلامتی رو ناب کنه خدا سری بلند کنه پاک نکنه خور و دور رو نکنه وطن شهر برگردانه وطن دیار بار بگرده من یک کمک کنه البته میشوه انشالله ما شیر مردوی داریم که امین الله اکبر انشالله که شیر مردوی هستن که در این ماه مبارک رمضان البته که دل گرده بسیار بقوت دارم خدا هیچ وقت کم نشوانم خیلی آدم زیرا که بینید که خیلی آدم های محتاج هم هستن در زندگی خوش به حال آدمی که در این ماه مبارک رمضان دست به خیر دوست میدونه بنده خالص از برای خدا بنده شکرگزار است به همون داد ندادی که خدا هم داد استش شکرگزاری میکنم با ایال لواکش اون خیلی نیازمندان دست میکنم دوستان عزیز سخن کمتر میکنیم همین مادرمون بین همه کسا میشیم دستگیری میکنیم دوستان عزیز همین اپای شهریگل دتا کارتا داره با نومی خچای یکی با نمی رقم هایی که در زیر اکران شما میبینید در همی پیواز کرده گه این رقم های خچای این همی یکتش دوشنبه سیتی های ایش بانک اسخطه ویزا کلاسیک نمی رقم هایی که در اکران موندگی های 985 24 13 26 در همی رقم ها میتونید شما پرت ہوئید 97 62 0 0 0 0 19 64 69 58 این رقم های دوشنبه سیتیش بود خب رقم های بانک اسخطه 44 39 19 0 0 20 22 23 96 همش در دست اختونه همین مادرانه همه کسا دستگیری میکنیم خدا همه تا عمر دراز بتاوه این هم خیلی صفی شیردیلان زیاد باشد نسبتی همین محتاجان زنده باشین دوستان خیر فراموش نکنید